سلام، امروز می‌خوایم با هم یه گربه مرواریدی ببافیم. من از مروارید پلیمری ایرانی سایز 8 و نخ ماهیگیری شماره 6 استفاده کردم. تمامی این متریال رو میتونید به راحتی از سایتمون تهیه کنید. برای شروع بافت، ابتدا یه مهره مشکی به داخل نخمون میندازیم. بعد 3 تا مهره گلبهی یا نارنجی به داخل نخمون میندازیم. به این شکل. آخرین مهره رو باید مشترک ببافیم. برای مشترک بافی همین نخی که مهره داخلش هست رو به داخل مهره آخر برمیگردونیم. حلقه ایجاد میشه و نخ دیگه‌مون رو از داخل حلقه رد می‌کنیم. حالا دو سر نخامون رو جفت می‌کنیم و نخامون رو می‌کشیم. باید گره رو به داخل مهره بندازیم. گره در سمت راست است، پس نخ سمت چپم رو می‌کشم و وقتی گره به داخل مهره افتاد، هر دو تا نخم رو محکم می‌کشم. برای بافت ردیف 2 یه مهره مشکی به داخل نخ سمت چپ میندازیم. بعد 2 تا مهره گلبهی به داخل نخ سمت راست میندازیم. دومین مهره رو مشترک می‌بافیم. حلقه ایجاد می‌کنیم و نخ دیگه‌مون رو از داخل حلقه رد می‌کنیم. دو سر نخ‌ها رو جفت می‌کنیم و نخامون رو می‌کشیم. به این شکل. برای بافت ردیف سوم 2 تا مهره سفید و یه مهره مشکی نیاز داریم. 2 تا مهره سفید رو به داخل نخ سمت راست میندازیم و یه دونه مهره مشکی هم به داخل نخ سمت چپ. دومین مهره سفید رو مشترک می‌بافیم مثل روش قبل. باز گره رو به داخل مهره میندازیم. حتما گره رو به داخل مهره بندازید تا کارتون تمیز باشه. خب تا اینجای کار این شکل به دست اومد. حالا باید 3 تا مهره به داخل نخ سمت چپمون بندازیم. اول مهره گلبهی، بعد سفید و در آخر مشکی. این مشکی چشم گربه ما هست. آخرین مهره یعنی مهره مشکی رنگ رو مشترک می‌بافیم. خب جهت بافت ما تغییر کرد. حالا به داخل نخ پایین یعنی این نخ باید 3 تا مهره بندازیم. یه مهره سفید، یه مهره صورتی و یه مهره سفید. سومین مهره رو مشترک می‌بافیم. گره رو به داخل مهره میندازیم تا کار تمیز باشه. حالا باید نخی که در سمت مهره هست رو از داخل مهره جلویش رد کنیم. ببینید نخ داخل این مهره است. مهره جلویی میشه این مهره. نخم رو از داخل این مهره رد میکنم و به داخل نخ سمت راستم 2 تا مهره میندازم. هر 2 تا مهره باید سفید باشه. دومین مهره رو مشترک میبافم. به این شکل. دوباره باید نخ سمت مهره ها رو از داخل مهره جلویی رد کنیم. باز چون میخوایم جهت بافت رو تغییر بدیم، هر 2 تا مهره رو به داخل همین نخی که از داخل مهره جلویی رد شد رد میندازیم. پس من 2 تا مهره مشکی به داخل همین نخ سمت چپ میندازم و دومین مهره رو مشترک میبافم. به این شکل. حالا به داخل نخ بالا، ببینید این نخ بالا هست. به داخل نخ بالا یه مهره مشکی، یه مهره گلبهی و یه مهره سفید میندازم و آخرین مهره یعنی مهره سفید رو مشترک میبافم. به این شکل. حالا نخی که در سمت مهره هست یعنی این نخ رو از داخل مهره جلوییش رد میکنم.
و به داخل نخ دیگه 2 مهره سفید میندازم. دومین مهره رو مشترک میبافم. باز گره رو به داخل مهره میندازم. خب دوباره نخی که در سمت مهره هست رو از داخل مهره جلویی، یعنی مهره صورتی رنگ که دماغ گربه هست، رد میکنم و به داخل همین نخ یه مهره سفید و یه مهره مشکی میندازم. وقتی میخوام جهت باف رو تغییر بدم باید همه مهره‌هام رو به داخل یه نخم بندازم. پس یه مهره سفید و یه مهره مشکی به داخل همین نخی از داخل مهره جلویی رد شد میندازم و دومین مهره رو مشترک میبافم. این هم چشم دیگه گربمون هست. خب به ردیف آخر رسیدیم. به داخل نخ پایین، ببینید این نخ پایین هست، یه مهره سفید، یه مهره گلبهی و باز یه مهره سفید میندازم و آخرین مهره رو مشترک میبافم. به این شکل. باز نخی که در سمت مهره هست رو از داخل مهره جلویی رد میکنم، یعنی این مهره. اگر گره از داخل مهره خارج شد نختون رو بکشید تا گره به داخل مهره بیفته تا کارتون تمیز باشه. حالا به داخل نخ سمت راست یه مهره مشکی و یه مهره گلبهی میندازم. دومین مهره رو باز مشترک میبافم. دوباره نخی که در سمت مهره هست رو از داخل مهره جلویش رد میکنم، یعنی این مهره، و به داخل نخ سمت راستم یه مهره مشکی و یه مهره گلبهی میندازم و دومین مهره رو مشترک میبافم. به این شکل. خب به آخر کار رسیدیم. توی آخر کار 2 مهره گلبهی و یه مهره مشکی نیاز داریم. به داخل نخی که در سمت مهره هست یه مهره مشکی میندازیم و به داخل نخ دیگه‌مون 2 مهره گلبهی و باز دومین مهره رو مشترک میبافیم. و گره رو به داخل مهره میندازیم. حالا باید نخامون رو از داخل مهره عبور بدیم و اضافه نخمون رو قیچی کنیم. به همین راحتی گربه ما بافته شد. میتونید این گربه رو جا کلیدی کنید.